مداد لجباز. یادم وقتی بچه بودم مدادم با هیچ پسری سرسازگاری نداشت. هرچی میکشیدم تهش میشد یه دختر خوش چهره. نمیدونم چرا، شاید چون خودم دختر بودم و دلم میخواست دنیا پر از چهره‌های آشنا باشه، یا شاید چون از نگاه آروم و مهربون دخترها تو نقاشی هم حس امنیت میگرفتم. راستشو بخواین لباسهاشونم خیلی وسوسه برانگیز بود. هر فیلمی که میدیدم همون شب لباس سنتیشون رو میکشیدم. کیمونوهای ژاپنی رو که دیگه نگو، انقدر میکشیدم و تغییرشون میدادم که انگار طراح مدم. گاهی یه پسرم میکشیدم، ولی خب مدادم یه جوری میکرد که چهرش آخر سر دخترانه میشد. انگار میخواست بگه بابا بذار این دنیا قشنگ بمونه. اما این روزا مدادم کم آورده، بس که گفتیم یه آقا هم بکش. امروز بالاخره تسلیم شد و گفت باشه، یه آقا، فقط همین یه بارا.